3 مراتبه سوره اخلاص را خواندن ختم قرآن میشود؟ نه، پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که سوره اخلاص تعدیل ثلث القرآن، به یکی قرآن برابر است. گفتند سوره اخلاص از 3 قسم قرآن به برابر است. اینه بعضی ها در تفسیرش میگن که قرآن آیدی 3 چیز سخن کرده است. یک قسمتش تاریخ گذشتگان، حضرت آدم چه خیل بودن، ابراهیم چیکار کردن، نوح چیکار کردن، گذشته ها و تاریخ آینده، یعنی در قیامت چی گپا میشد، که ها به جنت میدرد، که ها به دوزخ میدرد. اینش تاریخ از یک قسمتش. یک قسمتش امر و نهی است، این کار را اجرا کنید، این کار را اجرا نکنید. یک قسم دیگرش درباره الله تعالی سخن میکند، صفاتهایش، نامهایش، قدرتش، بزرگیهایش. و سوره اخلاص از همین است، خالص درباره الله تعالی گپ میزنه. مثلا سوره تبت خوانید بعد اخلاص پیش از سوره اخلاص سوره تبت است و درباره ابولهب عمکی پیامبر صلی الله علیه و سلم و درباره همسرش. اونجا درباره الله تعالی گپ نیست قریب که تبت یدا ابی لهب و تب، ابولهب هلاک بود، ما اغنا عنه ماله و ما کسب، پول و مالهاش، فرزنداش فایده نداد. ما اغنا عنه ماله و ما کسب سیصلا نارا ذات لهب، به نزدیکی همین ابولهب به دوزخ می‌رود. و امرأته حمالة الحطب، همسرش هم که بردارنده هیزم بود، یعنی یا معناش هیزم کش، خبرکش بود، یا معناش هیزمایی که خار داشت مانند شاخ درخت خرما، برای پیامبر صلی الله علیه و سلم میپرتافت که به پای پیامبر صلی الله علیه و سلم درآمد. حمالة الحطب بردارنده هیزم بود. فی جیدها حبل من مسد، در گردنش یعنی توده از درخت، شاخه های درخت خرما بود، یعنی درخت های. همین سوره خواندیم درباره الله تعالی پر معلومات نیست. در سوره تبت که ببینیم یگان کلمه الله ذکر شده است، نه تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنى عنه ماله و ما کسب سیصلی نارا ذات لهب و امرأته حمالة الحطب فی جیدها. اقل یک مرتبه نام الله تعالی ذکر نشده است، نه با ضمیر نه با نامش صراحتا نیست درباره الله تعالی. بعد این سوره اخلاص میبود که پر درباره الله تعالی. مثلا در دیگر سوره ها درباره الله تعالی هم معلومات است، درباره دیگر مخلوقات هم معلومات. سوره بقره ببینید، سوره به نام گاو هست، یک قصه گاو را ذکر میکند از قصه بنی اسرائیل. لیکن در اون سوره بقره که سوره دراز از قصه های آدم و ابراهیم و پیغمبرهای و پیشگذشته های و نیکوکارهای و بدبختهای و آیات طلاق و منافقهای و مؤمنهای و سوره بقره بسیار احکام زیاد را در بر گرفته است. درباره الله تعالی هم گپ میزنه، درباره غیر الله تعالی. اما سوره اخلاص برای آن نامیده شده که خالص درباره الله تعالی، درباره غیر الله تعالی گپ نیست. در سوره اخلاص قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، پر درباره الله تعالی. این سوره نیست. بنابراین گفتن که سوره اخلاص برابر 3 قرآن است، یعنی که از 3 قرآن درباره الله تعالی گپ میزند. این یک همین معناش است. لیکن این خیلی نه که 3 مراتب سوره اخلاص خوانید پر ثواب ختم قرآن نگیرید. بنابراین اگر 3 مراتب در نماز الله اکبر گویید و 3 مراتب اخلاص خوانید و فاتحه نماز فاتحه نخوانید، نمازتون نماز نه. برای چی؟ 3 بار اگر اخلاص خوانید قرآن پر خواندید کو در قرآن سوره فاتحه هم است. 3 بار 30 بار خوانیدم جای فاتحه نمیگیرد، بلکه سوره فاتحه از سوره اخلاص هم مرتبهش بلند است. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه بزرگترین سوره در قرآن کریم سوره فاتحه است.